خب دوستان، من 3 تا پوشه درون پوشه ویوم قرار دادم: پوشه ایندکس، پوشه پنل و یوزر. درون هر کدوم از اونها فایل index.php رو قرار دادم که ویو مربوطه به صفحه پنل، یوزر یا ایندکسمون هستش. درون هر کدوم از این ویوها من تگ های HTML ساده‌ای قرار دادم و یک متن رو چاپ کردم که مربوط به صفحه خودشون هستن. و اما برای هر ویو البته مدلی هم نیاز هست. من برای هر کدوم از ویو هام یک مدل ساختم و درون هر مدل کلاس های مربوط به خود مدل رو قرار دادم و هیچ متدی درون اون وجود نداره. و اما هر ویو به کنترلر مربوط به خودش نیاز داره. برای هر کدوم از ویو هام کنترلرش رو ساختم و مشتق کردم از مین کنترلر اصلیمون و در فانکشن ایندکس ویو مربوط به ویوم رو برگردوندم. به صفحه مرورگر میرم و کنترلر مربوطه و متد ایندکس رو فراخوانی میکنم تا ویو هام رو نمایش بدم. اما اگر ما متد ایندکس رو وارد نکنیم با یک نوتیس ارور مواجه میشیم و به لاین 13 app.php اشاره میکنه. فایل app.php رو باز میکنم و لاین 13 رو بررسی میکنم. برای جلوگیری از این که کاربر متد رو وارد نکرده، ما از دستور isSet در PHP استفاده میکنیم و مقدار متد رو $URL1 رو بررسی میکنیم که آیا ست شده یا خیر. به صفحه مرورگر برمیگردیم. همونطور که مشاهده میکنید متد به صورت پیش‌فرض مقدار ایندکس قرار گرفته و با هیچ گونه اروری مواجه نمیشه. در سیستم MVC این روش صحیحی نیست که ما در هر ویومون مقادیر تگ های HTML رو به صورت تکراری قرار بدیم. در روت پروژه فایلی به اسم header.php ایجاد میکنیم. تگ های بدنه HTML هم رو درون اون قرار میدم. تگ های انتهایی صفحه /body و /html رو کات میکنم و در فایلی به اسم footer.php قرار میدم. در پوشه کور فایل main_controller.php در متدی که ویومون رو فراخوانی کردیم 2 تا ورودی دیگه در نظر میگیرم: $header و $footer که مقادیر تهی دارند و در همین جا هدر و فوتر خودم رو فراخوانی میکنم. به ویو ها برگشته و تگ های HTML اضافی رو پاک میکنم. ویو ایندکس، کنترلر ایندکس و مدل ایندکس رو باز میکنم و میخوایم با استفاده از مدل به دیتابیسمون متصل بشیم و دیتاهایی رو واکشی بکنیم. در مدل ایندکسمون متد کانستراکت میام چند متغیر تعریف میکنم: $server name، $username، $password و دیتابیسمون رو به صورت ثابت مقدار دهی میکنم. و اما از دیتابیس lowbroken_db استفاده میکنم، دیتابیسی که قبلا در یک پروژه دیگر از اون استفاده کردم. یک پروپرتی استاتیک به نام $con یا همون کانکشن ایجاد میکنم که مقدار توهی داره و به روش PDO به دیتابیس متصل میشم. و با استفاده از متد setAttribute ارور مود کانکشنمون رو روی ارور مود _exception قرار میدم تا ارورهای مربوط به کانکشن دیتابیسمون رو برامون نمایش بده. یک متد به عنوان getData تعریف میکنم. یک کوئری ساده select می‌نویسم تا از جدول دیامتر مقادیر رو دریافت کنم. در نهایت بعد از فچال کردن دیتاهامون اونها رو برمیگردونم.
به کنترلر ایندکس برمیگردم و متد get data رو فراخوانی میکنم و مقادیر برگشتی از این متد رو درون دلار دیتا قرار میدم و اون رو برای شما پرینت میگیرم. صفحه مرورگرم رو رفرش میکنم. همونطور که میبینید مقادیر جدول دیامتر برای ما نمایش داده شدن. اما قرار دادن کانکشن دیتابیس درون هر مدل به صورت جداگانه کار صحیحی نیست. درون پوشه کور یک فایل PHP با عنوان main underline model ایجاد میکنم. تمام مدل های پروژه ما فرزندی از این مدل هستند و main underline model والد تمام مدل های پروژه ما هستش. در فانکشن کانستراکت main underline model کدهای اتصال به دیتابیس رو قرار میدم. در روت پروژه فایل index.php رو باز میکنم و main underline model.php رو فراخوانی میکنم. به مدل ایندکس هم برمیگردم و این مدل رو اکستنز میکنم از main underline model و در متد کانستراکت این مدل متد کانستراکت والد رو فراخوانی میکنم. هر زمانی که نمونه ای از این مدل ساخته شد متد کانستراکت مین آندرلاین مدل نیز فراخوانی میشه و ما به دیتابیس دسترسی داریم. در متد get data یک شرط برای کوئری سلکت هم قرار میدم و دیامتر آیدی رو مساوی علامت سوال قرار میدم. ما میخوایم از پریپر استیتمنت ها استفاده کنیم. در پریپر استیتمنت ها ما مقادیر رو به صورت مستقیم در کوئریمون وارد نمی کنیم و این باعث میشه ما از حملات SQL injection در امان بمونیم. در متغیر $stmt با استفاده از متد prepare کوئری خودم رو آماده می کنم. با استفاده از متد bind value مقدار علامت سوالم رو به صورت غیر مستقیم مقدار دهی می کنم و در نهایت کوئری رو اکزیکیوت و مقدار نهایی رو بعد از فچ آل کردن در متغیر $res قرار میدم. صفحه مرورگرم رو رفرش میکنم و دیتایی که دیامتر آیدی اون مساوی است با 1 رو برای من برمیگردونه. در کوئری سلکت هم یک شرط دیگه برای دیامتر آیدی قرار میدم و با استفاده از متد bind value برای علامت سوال دوم مقدار $id 2 رو قرار میدم. صفحه مرورگر رو رفرش میکنم و داده هایی که دیامتر آیدی اونها 1 و 2 هستش رو برای من از دیتابیس برمیگردونه. اما این نحو کدنویسی صحیح نیست، چون در کوئری های مختلف ما باید یه عالمه کدهای تکراری رو قرار بدیم که باعث حجم زیاد کدنویسی ما میشه. به فایل main underline model.php مدل اصلی پروژمون برمیگردیم و یک متد به عنوان doSelect رو ایجاد میکنم که 2 تا ورودی داره. ورودی اول $SQL یا کوئری ما هستش و ورودی دوم یک آرایه از مقادیر هستن. درون تابع doSelect کوئریم رو پریپیر میکنم، آماده سازی میکنم. در حلقه for each با استفاده از bind value و شماره خانه هر کدوم از مقادیر آرایه مقادیر ناشناس در کوئری رو مقداردهی میکنیم. و در نهایت از متد execute و fetch all استفاده میکنیم و مقدار نهایی رو در $result قرار داده و اون رو برمیگردونیم. برای متد doSelect یک ورودی دیگه به عنوان $fetch قرار میدم. اگه مقدار $fetch ما توهی بود از متد fetch all استفاده کنه، در غیر این صورت از متد fetch استفاده بکنه. و اما یک ورودی دیگه برای متد doSelectمون در نظر میگیریم با عنوان fetch style و مقدار پیش‌فرض اون رو fetch underline sock قرار میدم. $fetch style رو کپی میکنم و به عنوان ورودی های تابع fetch all و fetch قرار میدم. به مدل ایندکس هم برمیگردم و کدهای قبلی رو پاک میکنم. یک متغیر تعریف میکنم و متد doSelect رو فراخوانی میکنم. ورودی اول کوئریمون رو قرار میدم و برای ورودی دوم value هام رو ارسال میکنم. صفحه مرورگرم رو رفرش میکنم و دیتا ها رو برای من برمیگردونه. اما اگر به جای کوئری سلکت
از کوئری اینسرت، دلیت و آپدیت بخوایم استفاده بکنیم، ما نیاز داریم که در فایل main underline مدلمون یک متد دیگر ایجاد بکنیم. به صفحه main underline model.php برمیگردم، متد دو سلکت هم رو کپی میگیرم و اسم اون رو به دو کوئری تغییر میدم. ورودی های $fetch و fetch استایل رو حذف میکنم و کدهای اضافی بعد اکزیکیوت کردن کوئریمون رو هم حذف میکنم. به مدل ایندکس هم برمیگردم و متد دو کوئری رو فراخوانی میکنم. برای ورودی اول کوئریم رو قرار میدم و برای ورودی دوم یک آرایه میسازم به عنوان $params و درون آرایه $params یک دیتا وارد میکنم و $params رو به عنوان ورودی دوم متد دو کوئری ارسال میکنم. صفحه مرورگرم رو رفرش میکنم، وارد جدول دیامترز هم میشم، اون رو رفرش میکنم. همونطور که میبینید یک سطر به این جدول اضافه شد و ما با کمترین کد نویسی تونستیم عملیات کرات رو انجام بدیم. به انتهای آموزش PHP MVC رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. سابسکرایب و فالو پیجم رو فراموش نکنید.